بازرگان جوانی یک توتی زیبا و شیرین سخن در قفس داشت. روزی که آماده سفر به هندوستان بود، از توتی پرسید چه سوغاتی از هند برایت بیاورم؟ توتی گفت اگر در هند به توتیان رسیدی، حال و روز مرا برای آنها بگو که من مشتاق دیدار شما هستم، ولی از بخت بد در قفس گرفتارم. بگو به شما سلام میرساند و از شما کمک و راهنمایی میخواهد. بگو آیا شایسته است من مشتاق شما باشم و در این قفس تنگ از درد جدایی و تنهایی بمیرم؟ وقتی به هند رسید، چند توتی را بر درختان جنگل دید. اسب را نگه داشت و به توتی ها سلام کرد و پیام توتی خود را گفت. ناگهان یکی از توتیان لرزید و از درخت افتاد و در دم جان داد. بازرگان تجارت خود را با دردمندی تمام کرد و به شهر خود بازگشت و برای هر یک از دوستان و خدمتکاران خود یک سوغات آورد. توتی گفت ارمغان من کو؟ آیا پیام مرا رساندی؟ توتیان چه گفتند؟ بازرگان گفت وقتی پیام تو را به توتیان گفتم، یکی از آنها از درد تو آگاه بود، لرزید و از درخت افتاد و مرد. توتی چون سخن بازرگان را شنید، لرزید و افتاد و مرد. بازرگان فریاد زد و کلاهش را از ناراحتی بر زمین کوبید. ای دریغا مرغ خوش سخن من مرد، ای زبان تو مایه زیان و بیچارگی من هستی. بازرگان در غم توتی ناله کرد. توتی را از قفس درآورد و بیرون انداخت. ناگهان توتی به پرواز درآمد و بر شاخه درخت بلندی نشست. بازرگان حیران ماند و گفت ای مرغ زیبا، مرا از رمز این کار آگاه کن. آن توتی هند به تو چه آموخت که چنین مرا بیچاره کرد؟ توتی گفت او به من با عمل خود پند داد و گفت تو را به خاطر شیرین زبانیات در قفس کردند. برای رهایی باید ترک صفات کنی، باید فنا شوی، باید هیچ شوی تا رها شوی. توتی از بالای درخت به بازرگان پند و اندرز داد و خداحافظی کرد. بازرگان گفت برو، خدا نگهدار تو باشد. تو راه حقیقت را به من نشان دادی، من هم به راه تو می روم. جان من از توتی کمتر نیست. برای رهایی جان باید همه چیز را ترک کرد.